باشد. خوش دیدم. به همه سلام. های جانکم خیلی زیبا شده ای. سلام. خوش آمدی. خیلی زیبی است. تو هم. سردارم این دفعه سر و لباسم چی خیل؟ لباسات این دفعه معقول. اما برای گالسوکت یک خول کم میکنم. بچه ها به رفتار سردار اهمیت ندهید. بعدی بازی های المپیاد همین خیل شده است. خودش را داوری میدان حس می کند. درست می شود انشاءالله. یا خدا پای هنر. چی هم می گفتیم؟ پسرمون لباسش را درست کرده است. اکنون می بینیم که برای خاندار شدنشون مانع نمانده است. دخترم برای من یک پیاله آب آورده میتوانی؟ نه چی میگفتیم؟ لا حول ولا قوت. میگفتیم که با خواست خدای و با قول پیغمبر. الپرین کی رفته بین من عینکم را در ماشین فراموش نکردم. چقدر عینک داده؟ شما عینک نمیمونه؟ خدایا صبر. آقای نجیب دخترتان حلیمه را برای پسرمان یگیت میخواهیم. آبم اومد. آب میداد اگر جا شد دخترم. شکر. نوشی جون. دخترم برای اکه گیتت هم آب بیار. باید پسان یک پیاله آب خنک نوشد. اساس نوشیدن گیرد. سردارم آخر ترحم کنید. اینقدر من رو عذاب ندهید. یگید تو من گپ نزن خاموش. ماند آخر ماند از برای خدا. با کاری کردت همین بود. بچه رو دیوانه کردی. آفرین به تو نجیب. اکا جان ببخشید سردارم اگر به من دلتون نسوزد آخر به این کودک معصومی بیگناه به این شیرینک بفهمید به این یتیم. بله به این یتیم بیچاره آخر رحم کنید. حاضر گیری هم میکنم. نیستید یک فکر کنم. خوب نباشد دادم و رفت. خدایا خدا جان شکر نامد. ایستا با تو ندادم. چی؟ چطور؟ یعنی حلیمه رو با تو ندادم. نجیب پس نباشد با کی دادید؟ با این کودک، با این بیگناه، با این شیرین، با این یتیم؟ با این کودک بیچاره دادم. برای آیله تو شدن نیه. با این کودک مادر شود گفته دادم. خیریت که خوبش بود. شما چی گفتن میخواستید رفیق سردار؟ به خدا سرم گرنگ شد. خدایا حاضر بیهوش میشوم. آقای گیت کن اینجا بیایید. بیا حلیمه تو هم بیا. خیزید چی میگفته باشد؟ خدا رو شکر. چی کاری که کردم برای شما رو دوست داشتنم کردم. برای قدر یک دیگر رو فهمید گفته کردم. برای من تو حلیمه از نوربانو و توی گیت از الپرین فرق ندارید. شما هم همکاران من و هم فرزندان من می باشید. یگان خطایی کرده باشم ببخشید. پسرم کجای تو بی خطاست. الپرین کن انگشترین ها رو بیار. انگشت درتی
مبارک شد. الها خوشبخت باشید. یک عمر خوشبخت باشید. دستتان رو ببوسم. دخترم تبریک میکنم. تشکر. خوشبخت شوید حلیمه جان. خدا شما را از یکدیگر جدا نکند. تبریک میکنم جانکم. تبریک. بابا در کجا پیدا کردید؟ وقت شنیق است؟ خوب حاضر می آیم. نجیب آخری خیل نمی شود. نه روز شنبه هست و نه یک شنبه. چی شد رفیق سردار؟ غاصبی و باز یک جنایت. یگید بیا رفتیم. سردارم کودکم بیمار است. دارویش را فراموش کردم. حلیمه نباشد تو با من بیا. یگید پسان همراه می شود. رفتیم. رفیق سردار اگر اجازت باشد لباس هایم را عوض کنم. خوب. یک لحظه. چی شد بابا؟ نمیدانم چرا خواب نمی کند. چی درد داشته باشد؟ این خیلی نگویی تو چه شکایت میکنی؟ من نمیدانم حلیمه. این خیلی نمی شود. با گپم گوش کن. باید این کار را رسمی کنیم. نکاح همون را میگویم. باید انجام دهیم. چی؟ آخر چی را انتظار میشویم؟ یعنی باید خانه دار شویمان را رسمی کنیم. خانه هایمان را یک میکنیم. تو هم راحت میشوی من هم. تو که البته راحت میکنی لیکن من هم راحت کرده میتوانم یگید؟ میشود. همش خوب میشود. لیکن بعد سردارمون چی میگویند؟ چی میگوید؟ هیچ چیزی نمیگوید. خدایا مدد کن. خیلی پشیمانم. چی میشد پدرم به مکتب نرود. وعده میدهم دیگر دزدی نمیکنم. پگاه را بد را برد نگردونم. حلیمه تو حجتت را با من تی؟ من رفته روز نکاح رسمی را معین میکنم. میشود. زود باش. میشود. حلیمه شناس آمد رو برار. من به تو یک قهوه کنم. خستکیت رو برارد. مایلش. به خدا با یاری تو همش خوب می شود. مرحمت. حلیمه اینقدر زیبایی. بخواست خدا چون این فرشته زیبا نصیب من می شود. خدایا با تو خاندار شده خوشبخت می شدم. سردارم از بغاج ماشین یک فیشنگ پیدا کردیم. برای ایزی دستش را معین کردن به سنجش فرستادم. نفره که با حلیمه او میخورد حتما همان آدم شده میتواند. زیرا خانم ایتین آوازش رو شناخت. حلیمه انیق رفتن میخواهی؟ اگر نخواهی یکان نفری دیگر رو روان کنیم. من کودک هستم مگر غم نخور. دلم خواطر است. چی شد؟ قهرمانی ناترسمون رو ترس خاندار شبهش سر شد مگر؟ روز یقن نکاح را معین کردم. من هم لباس عروسی هم رو گرفتم. اولین خطر را پس سر کنیم پس آن همش خوب می شود. اصلا غم نخور. اگر خدا در تقدیر ما نوشته باشد
همش خوب می شود. نیکو هم می شود و خانه هم می شود. حلیمه اگر یکون خطر ایست کردی چراغات را روشن کن فهمو؟ غم نخور. خدا خواهد همش نظم می شود و آدم رو انشالله دستگیر می کنیم. بش کن خودت رو با یگان کاری خطرناک همراه نکن. حلیمه این بچه با تو شوهر نیو سردار محافظت می شود با فکرم. زیق نشو. این عملیات گذرد نه غم نیکا میماند نه توی نه غم اول ماه ازدواج. نمیدانم سردارم چرا دلم اینقدر خواطر است. عجایب. غم خوردن خوب است از یاد نمیبراید. در فیشنگ زی دست مانده است. کمیسر یگید انتظار خبری ماست. گفته ایستادیم کمی وقت میگیرد.